دانش بینایی سنجی امروزه در کنار تخصص چشم پزشکی نقش فراوانی در شناسایی و درمان برخی بیماری‌های چشم و رفع عیوب انکساری بینایی دارد. همکنون حدود 1450 نفر بینایی سنج عضو سازمان نظام پزشکی مشغول ارائه خدمت به هموطنان هستند. تجویز عینک، ساخت عینک و فیت عینک یک مجموعه به هم پیوسته است. به عبارت دیگه ممکنه یک معاینه به دقت خیلی زیادی انجام بشه، این نمره عینک خیلی دقیقی تجویز بشه، ولی در ساخت و تهیه عینک اگر شرایط درست و علمی انجام نشه، نتیجه عینک اون چیزی نباشه که در واقع مد نظر برای بیمار هستش. مهمترین چیزی که در ساخت عینک باید ما در نظر بگیریم این هستش که بتونه این عینک برای بیمار یک دید دوچشمی، یک فیوژن، حرکات ساکات، حرکات پرسود و دید دوچشمی مناسبی رو برای بیمار فراهم بکنه. شرح دروس و شرح وظایفی که ما داریم 20 ماده اختیارات به ما دادن که تعیین و تجویز نمره عینک و ساخت و فروش عینک طبی فقط 2 ماده از اون مواد هستش که خب مردم نمیدونن و مردم فقط ما رو به عنوان بینایی سنج میدونن. درمان تنبلی‌های چشم، تشخیص بیماری‌های اتاق قدامی چشم و ارجاع اون به چشم پزشک و خیلی موارد دیگه هستش. خواسته ما فقط این هستش که عینک طبی ساخت و فروشش به صورت علمی تری در بیاد، بدون اینکه یک وسیله درمانی هستش. اگر عینک طبی غلط ساخته بشه همونقدر بده که یک نسخه غلط ما داشته باشیم. بنابراین تمام عینک سازی هایی که مسئول فنی ندارن، یعنی یا تا سال 68 امتحان ندادن، بعضشون آزمون به عمل نیومده، یا اپتومتریست بالا سرشون نیستش، میبایستی که حتما مسئول فنی بیارن. این قوانین ما هستش. ساخت و تجویز عینک طبی یه پروسه هست که توسط اپتومتریست انجام میشه. اگر کار ساخت به صورت ناقص یا کاملا درست انجام نشه، تجویز درست رو دچار نقصان میکنه و همینطور اگر تجویز ناقص در واقع صورت بگیره، بهترین ساخت دید خوب رو به مریض نخواهد داد. امروزه با پیشرفت دانش و فناوری تراش انواع لنز و عدسی در ایران به خوبی انجام میشود. این دستگاه برای تراش فرم های دوردار که به صورت تمام دور هست، برای فرم های کائوچویی که دوردار کائوچویی هست، فرم هایی که به صورت نیم گریف هستش یعنی پایینش فرم نداره، و همینطور فرم هایی که فرملس هست یا به اصطلاح ما میگیم گریفیش طراحی شده. مراحل طراحیش طوری هست که یه اپتومتریست میتونه با فرمانی که میده یا اپراتوری که براش میذاره کامل کاراشو انجام بده. در واقع صحبتی که میخوام عنوان کنم براتون اینه که وقتی یه اپتومتریست داخل مطب تجویزی انجام میده، با بودن یه همچی دستگاهی داخل مطب میتونه مراحل ساختش رو تکمیل کنه، چرا که کار ساخت عینک طبی و تجویز اون یه پروسه مشترکی هست. ساخت انواع عینک‌های آفتابی همگام با فناوری روز دنیا نیز توسط متخصصان کشور انجام می‌شود. عینک‌های تخصصی آفتابی با UV 400% و فیلتر فرابنفش که این محصول از نوع آمریکاییش پیشرفته تر تقدیم هموطنان عزیز می‌گردد. در هر صورت بینایی سنج‌ها یا همون اپتومتریست‌ها در سراسر دنیا تلاش‌های فراوانی می‌کنند برای سلامت چشمان ما. اونها رو فراموش نکنید و هر از چندگاهی برای بهره‌گیری از توان علمی اونها به مراکز مربوط به ارائه خدمات اپتومتری و بینایی سنجی مراجعه بکنید و از وضعیت سلامت چشم‌های خودتون و خانواده‌تون مطمئن باشید.